سلام، وقتتون بخیر باشه. آموزش لاتی انیمیشن ویو در برنامه‌نویسی اندروید. با بچه‌ها توی این قسمت میخوام انیمیشن، در واقع اون لایبرری لاتی انیمیشن ویو رو بهتون یاد بدم. ما این سری وقتا لازم داریم که توی پروژهمون از انیمیشن ها استفاده کنیم. حالا چرا؟ خب انیمیشن ها اگه ازشون به اندازه استفاده کنیم میتونن خیلی حس خوبی به کاربر بدن. ولی خب اگه بخوایم از این طرف زیاده روی هم کنیم میتونه حس تکراری بودن به کاربر بده. خب ما برای استفاده از انیمیشن ها دو تا راه داریم. یکی اینکه بیایم کاستوم بنویسیم، یکی اینکه بیایم از این سری کتابخونه‌ای که حالا آماده هستن استفاده کنیم. که یکی از معروف ترین این کتابخونه لاتی انیمیشن ویو. من خودم زیاد ازش استفاده میکنم، خیلی هم کاربردیه. خب برای استفاده از لاتی انیمیشن ویو توی پروژمون بچه‌ها ما دو تا وبسایت رو باشون کار داریم. یکی اول سرچ کنید لاتی انیمیشن اندروید لایبرری. وبسایت اولی رو باز میکنم، گیت هاب. میخوام بیام و این کدش رو به پروژم اضافه کنم، این کتابخونه رو، که بتونم باش کار کنم. من این خط کد رو کپی میکنم، میام و توی پروژم بیلاد گردر این قسمت اینو کپیش میکنم، آمادهش هم میکنم که اوکی بشه. خب به این صورت اینجا میام ورژنش رو میذارم، چون نمیدونم آخرین ورژن چنده. من مینویسم 1.1.1. بعد خودش بهم پیشنهاد میده. ببینید الان رنگش زیرش یک خط نارنجی رنگ اومده. حالا آلت رو نگه میدارم، اینتر رو میزنم، میگه 520، میگم اوکی و بعد میام پروژه رو سینک میکنم. حتما این قسمت باید طرح شکنتون روشن باشه تا بتونه اینو دانلود کنه و به پروژه اضافه کنه. این یه مورد. حالا برای کار کردن بچه‌ها با این کتابخونه یه سری ما کاران لازم داریم که انجام بدیم. بچه‌ها قبلش بهتون بگم ما باید یک انیمیشن رو دانلود کنیم، خب که از وبسایت latifiles.com این کار رو انجام میدیم. وقتی این وبسایت رو باز کنید، مورد اولی که باید طرح شکنتون روشن باشه وگرنه کار نمیکنه. بعد توی سرچ انیمیشن میتونم انیمیشنی که دوست دارم رو سرچ کنم. حالا بین انیمیشن هایی که قرار میده انتخاب کنم که شو و باش کار کنم. خب من پروگرس بار رو سرچ میکنم که انیمیشن صورت مثلا پروگرس بار بخوام. ما حالا آموزش لاتی انیمیشن ویو رو به صورت خیلی کوتاه‌تر توی وبسایتمون گذاشتیم، ولی خب حالا چون سری از بچه‌ها حالا گفتن که آموزش بزرگتر هم ضبط کنیم، میدونم آموزش جامع‌تر توی همین زمینه لاتی انیمیشن ویو توی پیج اینستاگراممون. اگه ندارید آردستش آخر ویدیو براتون میذارم، بیاین و دنبال کنید. من دیگه تصمیم گرفتم میدونه جامع‌ترش رو ضبط کنم که توی حالا کد نویسی هم ازش استفاده کنیم توی کلاس کاتلین. خب کدوم انتخاب کنیم؟ خیلی تفاوتی نداره، به نظرم یکی خوبه. روش کلیک میکنم بچه‌ها. خب اومد بالا. ببینید بچه‌ها الان انیمیشن رو برای من آورده. خب این قسمت من میتونم این سری تغییرات توش ایجاد کنم. نکته که داره بچه‌ها، من این ستینگ رو میبینید، این ستینگ رو که من بزنم، خب یکی سرعتش روی مثلا یکه، من میتونم سرعتش رو بزنم 2 برابر بشه به این صورت. ولی خب ترجمه اینه که همون یک بمونه. این از این مورد. بعد بچه‌ها من میخوام اینو استفاده کنم و توی پروژم باش کار دارم دیگه. تو قسمت دانلود کلیک میکنم. ببین اینجا مثلا توی حالتهای مختلف میتونم دانلودش کنم، ولی خب چیزی که من میخوام لاتی جیسونه. بعد به عنوان جیسون بیام و توی برنامه‌نویسی ازش استفاده کنم. من دانلودش کلیک میکنم تا برام این قسمت دانلود بشه. خب منو میبندم، میام توی پروژم. خب من الان کاری که باید انجام بدم چی بچه‌ها؟ بیام و اونو به پروژم اضافه کنم. خب برای اینکه بتونم اینو به پروژم اضافه کنم بچه‌ها باید بیام توی پوشه رس کلیک راست کنم، خب نیو، و یه دونه پوشه من بیام به چیز اضافه کنم. یه دونه پوشه رو ما داریم، خب بیام به رس اضافه کنم که بتونم اونو اونجا کپی کنم. میام روی رس کلیک راست میکنم، نیو، فکر کنم انالیز دایرکتوری باشه. این قسمت رو بله میذارم روی رو. روی اوکی کلیک میکنم. حالا باید بیام اون فایل جیسونی که دانلود کردم اون بچه‌ها بذارم توی پوشه رو. کلیک راست میکنم، نیو، و بعد
ندید نیو نمیخواد دیگه، اینو کپی میخوام بکنم. پس روی راو کلیک میکنم، پیستش میکنم اینجا اسمشه. پس من جیسون هم داره، حالا اسمشو میذارم progress bar underline animation. خب اوکی رو میزنم. ببینید بچه الان فایلش برای من اینجا آورده، یک فایل جیسون هستش اینجا، پسندش هم دات جیسونه. ولی خب مسئله که هستش اینه که من کار با این موضوع ندارم، اینو من میبندمش، کاری به اون ندارم. خب حالا میام توی فایل لیاوتم، توی فایل اکتیویتیم و میخوام از لاتی انیمیشن ویو استفاده کنم. میام یک تگی دارم تحت عنوان لاتی انیمیشن ویو. ببینید در این صورت وقتی که کتابخونه رو به درستی دانلود کرده باشین میتونید این قسمت به این ویو دسترسی داشته باشید. خب میام اچ پرنت باشه و حالا ارتفاعش هم میذارم روی 200 تی پی. به این صورت میام از بالا به پرنت، از چپ هم همینطور، میخوام بیاد و وسط قرار بگیره، از راست و چپ هم همینطور. خب به این صورت یه آیدی بهش میدم بچه‌ها، میگم که لاتی که بابا لاتی آندرلاین انیمیشن. خب به این صورت الان این آماده هستش بچه‌ها. میام چیکار میکنم؟ ما سری اتریبیوت ها داریم که میتونیم باهاش کار کنیم توی لاتی انیمیشن ویو. اول اینکه من باید آدرس اون فایل جیسونی که دانلود کردم رو بیام و بهش بدم. خب میگم راو یه اتریبیوت داره تحت عنوان راورس، کلیک میکنم و آدرس انیمیشن رو باید بهش بدم. خب لاتی انیمیشن رو ما قرار دادیم به این صورت. البته این باید بیاد راو بیاره. آره لاتی انیمیشن رو بچه‌ها آیدی شو من اینجا دادم. خب یه لحظه صبر کنید، من باید چیز رو بدم، اد ساین راو. ببینید پوشه راو پروگرس بار انیمیشن، کنترل رو نگه میدارم، روش کلیک میکنم، دقیقا همین که الان اضافه کردیم رو برام میاره. خب اوکی تا اینجا. این از این مورد. الان آدرسش رو داره و میدونه بعد کدوم انیمیشن رو لود کنه. نکته بعدی بچه‌ها، ما یک اتریبیوتی داریم تحت عنوان اینکه مثلا این به صورت خودکار وقتی که این اکتیویتی باز شد اپلیکیشن شروع کنه به پلی شدن. و ما بهش میگیم آتو پلی دیگه، درسته؟ لاتی آتو پلی. من میذارم روی ترو. این باعث میشه که زمانی که در واقع پروژه اوکی شد، اپلیکیشن باز شد، این اکتیویتی در واقع اجرا شد، آتو پلی خود به خود شروع کنه به پخش شدن. یکی در واقع اتریبیوت دیگه داره خب تحت عنوان لوپ، لاتی لوپ. یعنی چی؟ یعنی که بچه‌ها به صورت حلقه میاد همین رو تکرار میکنه. یعنی وقتی که اپلیکیشن تموم شد، اگه من اینو تو رو بذارم به صورت بی‌نهایت بار میاد همینجوری این انیمیشن رو پلی میکنه. خب من اینو نمیخوام و میذارمش توی فالس. الان انیمیشن یه بار به صورت خودکار پلی میشه و تمام میشه. خب من میخوام چیکار کنم بچه‌ها؟ میخوام اینو دکمه بذارم که بتونم بیام و خودم بهش بگم که آقا مثلا کی شروع کنه، کی قطع بکنه کارو و در واقع با همین دکمه بتونم این انیمیشن رو کنترل کنم. خب میام بهش میگم که بیا زیر انیمیشن قرار بگیر، از راست هم به پرنت و همچنین از چپ هم به پرنت. میام و یک مارجین تاپ بهش میدم که از بالا فاصله بگیره به اندازه 24 دی پی. یک تکسی بهش میدم، اسمشو میذارم کنترل. بعد این آلود بذارم. خب حالا نکته‌ای که داره بچه من دکمه هم اینجا چیدم، البته یک آیدی بعدش بدم چون آشکار دارم. میذارم BTN مثلا P که حالا بخوام پلی یا پاوزش کنم. این از این مورد. البته این کنترل هم نذاریم و بذاریم چی، مثلا دکمه‌ای که حالا میخوایم اینجا بذاریم زیرش میگم پلی اسلش پاوز، چون قراره که این دوتا انجام بدیم دیگه، یا حالا پلی کنه یا پاوزش کنه. خب بعد یه تکست سایز هم بهش بدیم که مقدار تکستش بزرگتر بشه، بیشتر اسم. الان به نظرم اوکی شده. یه مقدارم فاصله بدیم از داخل بگیره به اندازه 8 دی پی، خودش بیشتر داشت بکنم، از 16 دی پی بهش میدم. خب به این صورت الان اوکیه. خب من میام توی مین اکتیویتی بچه‌ها. اول اینکه من بیام یک اجرا بگیرم و ببینیم که تا الان چیکار کردیم، انیمیشن داره درست کار میکنه یا نه. بعد بچه‌ها میخوایم بیایم بعد توی کلاس کاتلین بیایم و بتونیم با این دکمه که داریم اپلیکیشن انیمیشن رو در واقع مدیریت کنیم.
یعنی مثلا کلیک کنیم استاپ بشه، کلیک کنیم پلی بشه و حالا زمانی که انیمیشن تموم میشه یه پیغامی رو ما مثلا بگیریم. خب من صبر میکنم تا این اجرا بشه، ویدیو رو استاپ میکنم تا اپلیکیشن اجرا بشه. خب بچه ها الان داره اجرا میشه. همونطور که مشاهده میکنید انیمیشن شروع میشه به پلی شدن و داره به درستی کار میکنه، بعدم تموم میشه و از اول شروع نمیشه. دقیقا همون چیزی که من خودم میخواستم و کد نویسیش رو انجام دادم. خب حالا میام توی مین اکتیویتی، این دو تا ویو ها رو من تعریفشون کنم. یه دونه دکمه داشتیم btnp که باتن هستش. بعد از اون یه دونه هم انیمیشن ویو داریم، گملاتی انیمیشن ویو. خب بیام اینا رو فاین ویو بایدی کنم. البته بچه‌ها ما جدیدن در واقع داریم ویو بایدینگ استفاده میکنیم که حالا آموزش رو من توی سایت گذاشتم. توی وبسایت اگر بیاید یه قسمت آموزش‌های رایگان، یه سری ویدیو هست که به کارتون میاد و میتونید مشاهده کنید. خب الان لود نشده. بله قسمت میتونید الان اون ویدیویی که لازم دارید برای خودتون ببینید. که الان مثلا برای کار کردن با ویو ها ما از ویو بایدینگ استفاده میکنیم، خیلی بهتر هستش دیگه. لازم نیست هر ویو رو بخوام بیام فایل ویو بایدی کنم. این از این مورد. حالا میام بچه‌ها میگم لاتی انیمیشن ویو برابر با find view by id r.id آدرسش رو میدم. همچنین برای دکمه میام و همین کار رو انجام میدم. خب به این صورت. حالا بچه‌ها من میخوام بیام و چک کنم انیمیشن من کی شروع میشه کی تموم میشه و حالا وضعیتش رو میخوام بیام ببینم. و من میگم لاتی انیمیشن ویو دات اد انیمیتور لیسنر. میگم چی بچه‌ها؟ میگم که یک آبجکتی دارم از جنس انیمیتور دات انیمیتور لیسنر، پرانتز باز و بسته رو میذارم، میام روی آبجکت آلت رو نگه میدارم که اینتر رو میزنم، ایمپلمنت ممبر رو میگه انجام بده که انجام میدم و در واقع اینا رو برای من نشون میده. و من اینا رو پاک میکنم تو دورو. الان بچه ها قشنگ من میتونم اینجا مدیریت کنم انیمیشن من کی استارت میشه. ببین اینجا نوشته آن انیمیشن استارت، آن انیمیشن اند، آن انیمیشن کنسل و آن انیمیشن ریپیت. هر وقت که در واقع اتفاق بیفته به من میگه. و من میگم وقتی انیمیشن تموم شد تو بیا یه دونه توست نشون بده به من. خب یه دونه توست انجام بده. توست دات میک تکست از من کانتکست میخواد که باید آدرس اکتیویتی رو بدم. متنش رو میگم به اون که انیمیشن اند. بعد در نهایت میگم توست رو از مثلا نوع طولانیش برای من نشون بده داد شو. خب این به این صورت. حالا ما قرار شد بتونیم با استفاده از دکمه‌ای که داریم بریم و چک کنیم ببینیم وضعیت چجوری هستش. حالا کی در واقع انیمیشن پاوز میشه کی پلی میشه. خب من اولندش بچه یه دونه بولیان لازم دارم برای اینکه چک کنم ببینم انیمیشن تو چه حالتی هستش. خب پس من یه دونه بولیان تعریف میکنم. البته اسمش رو میذارم چک، از جنس بولیان هستش. به این صورت مقدارش هم به صورت دیفالت روی تروه. آره این داره پلی میشه چون آتو پلی هستش و زمانی که انیمیشن در واقع میخوام بچه چک کنم انیمیشن کی داره پلی میشه کی در حال پلی هستش که هم بچه چیز دیگه که هم تموم شده یا حالا استاپه. خب میگم وقتی تموم شد تو بیا این چک رو برای من بذار روی فالس، یعنی انیمیشن از حالت مثلا پلی دیگه تموم شده. خب حالت مثلا پخش. خب بچه ها میگم این btnp دات ستان کلیک لسنر، زمانی که ما روش اومدیم و کلیک کردیم ستان کلیک لسنر. به این صورت میگم اول بیا چک کن ببین که این چک ترو هستش یا نه. اگه ترو بود خب یه کار انجام بده، اگه ترو نبود یه کار انجام بده. اگه بچه چک ما ترو بود یعنی چی؟ یعنی انیمیشن بچه در حال چی هستش؟ در حال پلی شدن هستش، در حال پخش شدن هستش دیگه، درسته؟ خب پس میگم اگر چک من ترو بود تو بیا و بگو انیمیشن لاتی انیمیشن ویو رو من بیارم. لاتی انیمیشن ویو دات استاپ. من اگر بیارمش پاوز فکر کنم
بله پاوز انیمیشن. این باعث میشه که انیمیشن استاپ بشه. و همچنین میگم چک رو هم بذار روی حالت فالس، یعنی در واقع دقیقا الان چیه؟ پاوز هستش. خب بعد میگم بیا و لاتی انیمیشن ویو رو اگر الس این قضیه بود، یعنی چی؟ یعنی اگر چک فالس بود و در واقع لاتی انیمیشن ویو من بچه ها استاپ بود، پس میگم دات استارت. بیا و استارت انیمیشن رو صدا بزن. البته این انیمیشن میگیره، حالا بذارید من پلی نمیدونم یا حالا استارت، یعنی نگاه بهش بندازم پلی فکر کنم. بله پلی انیمیشن. و بعد میگم چک رو هم بذار روی ترو. خب ببینیم در واقع این مورد رو بررسی میکنه که ببینه انیمیشن الان در چه حالتی هستش و حالا نسبت به اون میاد کاری که ما ازش می‌خوایم انجام میده. اگه در حال پخش بود یعنی چک ترو بود، میاد انیمیشن رو استاپ میکنه و مقدار چک رو میذاره فالس. همچنین اگه انیمیشن در حال مثلا پخش نبود، میاد و چک رو میذاره ترو و انیمیشن رو پلی میکنه. خب من یک اجرا بگیرم ببینم تا الان کارمون اوکی شده یا نه. فقط زمانی که آن استارت انیمیشنم در واقع صدا زده شد، من میگم چک رو بذار روی ترو. خب من یه اجرا بگیرم ببینم تا الان درست کد نوشتیم یا نه. صبر میکنم تا اجرا بشه. خب الان انیمیشن داره اجرا میشه. تمام که شد بعد به من یه پیغامی رو نمایش بده. بله گفتش انیمیشن اند. حالا من وقتی روی این کلیک میکنم بعد خودش تشخیص بده که انیمیشن رو پلی کنه. انیمیشن شروع میکنه به پلی شدن. حالا این بار میخوام پاوز رو هم امتحان کنم. روی پلی کلیک میکنم، اینجا دکمه رو میزنم. ببینید دقیقاً انیمیشن اینجا استاپ شده. یه بار دیگه پلی، این از اول دوباره شروع میکنه، اینجا دوباره پلی، دوباره استاپ میشه. حالا موردی که هستش اگه من نخوام انیمیشن از اول شروع کنه به پخش شدن، فکر کنم یک متدی حالا داشته باشه تحت عنوان رزیوم. من نگاه کنم رزیوم انیمیشن. یه بار دیگه اجرا بگیرم. چون اگه من از در واقع پلی انیمیشن استفاده کنم، انیمیشن هر بار میاد و از اول اجرا میشه. خب اما من نمیخوام این اتفاق بیفته. اینو ببندم. خب الان من کلیک میکنم، ببینید انیمیشن پاوز شده. روی پلی کلیک میکنم، ببینید قشنگ انیمیشن رو میاره و از ادامه برای من پلی میکنه. حالا من اگه روی دوباره روش کلیک کنم، میاد انیمیشن از اول، دوباره استاپ و دوباره ادامه کار. خب بچه‌ها این برای کار با لاتی انیمیشن ویو که من تونستم یه پروگرس بار رو قشنگ مدیریت کنم، استاپش کنم، پلیش کنم. خیلی ساده بود. از یه دونه بولیان استفاده کردم و حالا ویو هایی که لازم بود. امیدوارم بچه‌ها این قسمت براتون مفید بوده باشه. حتما بچه‌ها با آدرس پیج اینستاگرام من سر بزنید Android Online Academy. آموزش زیادی رو میذارم. امیدوارم حالتون خوب باشه. موفق باشید.